سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره دو تا پاور کامپیوتر رو به صورت عملی و جلوی دوربین تعمیر بکنیم و ببینیم مشکلشون چیه و یه توضیحات درباره تعمیر پاورهای کامپیوتر و منابع تغذیه سویچینگ بهتون بگم. خب بریم که تعمیرشون کنیم. اول از این پاور شروع می‌کنیم، فرقی هم نمی‌کنه، بالاخره هر دو تا قراره تعمیر بشه. اول از این شروع می‌کنیم و میریم سراغ تستش. برای تستش از یک لامپ تست استفاده می‌کنم. اگه نمی‌دونید لامپ تست چیه، لامپ تست در واقع یک محدود کننده جریان برای مصرف کننده ماست. با استفاده از یک لامپ 110 وات میاد و کاری میکنه که از یه حدی بیشتر نتونه جریان از این دو تا سیم عبور بکنه و اگه از اون حد بیشتر جریان بکشین، لامپی که توی مدار وجود داره شروع میکنه به روشن شدن و تقریبا جریانی که از این سیم میگذره برابر با جریان مصرفی لامپ، یعنی 420 میلی آمپر، چون که لامپی که روی تست لامپ 100 وات. خب دکمه‌شو روی حالت 1 قرار میدم، سیما رو وصل میکنم و برق لامپ تست رو فعال میکنم. خب الان وصله. همونطور که میبینید، البته شما که نمیبینید، ولی لامپ تستی که اینجا قرار داره هیچ عکس العملی نداشت در واقع به وصل شدن برق، چون که داخل این در واقع مواد تغذیه دو تا خازن بزرگ داریم و موقعی که وصلش میکنیم معمولا که نه، حتما باید این لامپ تست یک بار روشن خاموش بشه که نشون میده خازن‌ها شارژ شدن، ولی خب نداشتیم، که نشون میده اصلا برق به خازن نمیرسه و احتمالاً فیوز سوخته. خب اصلا نیاز نیست ادامه بدیم، چون که همین الان مشخص فیوز سوخته. حالا برای اینکه مطمئن بشیم، سیم سبز رو به یکی از مشکی‌ها وصل می‌کنیم تا پاور روشن بشه. همونطور که می‌بینید عکس العملی نداره، فن روشن نمیشه و خب طبیعی هم هست. بریم که پاور باز بکنیم. خب اینم از برد در واقع پاور ما. اگر یه مقدار دقت بکنیم متوجه میشیم که یه خازن ورودی اینجا باد کرده که احتمالاً دلیل ترکیدن فیوز ما همینه. یه خازن هم اینجا باد کرده و دیگه یک خازن عدسی 103 هم اینجا در واقع شکسته و خراب شد. میریم که فیوز رو تعویض بکنیم و همینطور خازنایی که باد کرده تعویض میکنیم، ببینیم مشکل حل میشه یا نه. این در واقع ترانزیستورهای هیتسینک اولم تست میکنم، چون که احتمال داره سوخته باشن، چون من بیشتر وقتا دیدم که موقعی که خازن باد میکنه در واقع فیوز نمیسوزه. برای همین میام همینجا تست میکنم، روی بورد تستش میکنم. اگه تست قطعات رو بلد نیستید، فقط کافیه که ویدیویی که این بالا بهتون پیشنهاد داده میشه رو تماشا بکنید. میتونید تست قطعات رو به طور کامل هم روی بورد هم بیرون بورد یاد بگیرید. بریم که تست بکنیم. خب مولتیمتر رو حالت تست دیوده، همونطور که میبینید. ترانزیستورم اگر بخونم 13207 هستن، بله، و پایه بیسشون میشه دست چپ من که میشه این پایه بیس، وسط کلکتور که در واقع اتصال کوتاه. همونطور که میبینید ترانزیستور سوخته، حدسم درست بود. این ترانزیستور هم فکر میکنم که نسوخته، چون اینجا احتمالا یه مقاومتی بین پایه بیس و کلکتور هست. اگر مسیر دنبال بکنیم، حالا چون هیتسینگ رو خارج میکنم بعدا بیرون مدار هم تست میکنیم. این هم که در واقع ماسفت ما که خوشبختانه اتصال کوتاه نیست و تقریبا میتونیم بگیم که سالمه. خب برام قطعاتو بیارم و شروع کنیم به تعویضشون. خازنی که تو بخش اولیه باد کرده یه خازن 470 میکروفاراد 200 ولت که میام با یه خازن 470 ولت 470 میکروفاراد 200 ولت دیگه جایگزینش میکنم. البته من هر دو تا رو عوض میکنم که چون ممکنه موقعی که این باد کرده قطعا روی اینا فشار اومده، چون این دو تا با هم دیگه سری هستن. اگر موازی بودن میتونستیم بگیم که خب این چون باد نکرده بس تقریبا سالمه و نیازی نیست عوضش بکنیم، ولی چون سری هستن قطعا فشار روی اینم بوده، امکان داره ضعیف شده باشه یا درصد ویلاس و ویمسش پایین اومده باشه یا تغییر کرده باشه. هر دو تا رو عوض میکنیم.
این مقاومتی که اینجا میبینید به این شکل در اومده نسوخته، چون چسب روش ریخته این شکلی شده. نکنید سالم. خب یه نکته بهتون بگم، تو پاورتون اگر شما دارین با پاور تستر پاورتون رو تست میکنید و ولتاژ خروجیش رو چک میکنید، اگر ولتاژ پاور گودتون در واقع خطا زد و چشمک زن شد، قطعا یا مشکلتون از این خازنه یا خازن کوچیک بغل آیسی که خازن تغذیه آیسیه، اون عوض بکنید کارتون حل میشه. من اینو قبلا خودم تجربه داشتم و اوکی شد. خب این از خازنامون. بریم سراغ در آوردن هیت سینک و تست و تعویض ترانزیستورها، ببینیم کدوم سوخته عوضش بکنیم دیگه. خب هیت سینک اول رو در آوردیم، بریم که خطای روش رو تست بکنیم. همونطور که گفتم دو تا 13207 داره و یه ماسفت RC 3150 که واسه بخش استندبای مدار پاورمونه. خب بیس کلکتور امیتر میریم که تست بکنیم. اتصال کوتاه بین بیس و کلکتور، این هم که کلا هر سه پایه اتصال کوتاه. میریم که این دوتا رو تعویض بکنیم. خب دو تا 13007 تهیه کردم و آوردم از تو وسایلم. حالا میخوایم عوضشون بکنیم. خب پیچشون رو باز میکنیم و خیلی ساده تعویض میکنیم. فقط یه نکته رو بهتون بگم، موقعی که دارین تعویض میکنین این هیت سینک رو بردارید پشت هیت سینک و روی پد سیلیکونی که داره یه مقدار خمیر سیلیکون بزنید، یه مقدار خیلی کم برای انتقال حرارت بهتر. به این شکل میزنیم تا حرارتش بهتر دفع بشه. لازم نیست خمیر سیلیکون با کیفیت استفاده بکنید، یه خمیر سیلیکون خیلی معمولی، چون که ارزشش رو نداره که بخواید هزینه بکنید. حتما هم پد سیلیکونی رو اگه برداشتید بذارید، چون نذارید دستگاهتون منفجر میشه. در واقع پایه‌های کلکتور با هم دیگه اتصال کوتاه میشن و جفت ترانزیستورها دوباره میسوزن. خب این از دوتا ترانزیستور سوخته که روی این هیت سینک بود و تعویضشون کردیم. حالا موقعی که این هیت سینک رو در آوردیم، سه تا خازن کوچیک زیر دقیقاً بین این دو تا هیت سینک وجود دارن زیر ترانزیستورامون. یکی این خازنه، یکی این خازن. سومین خازن هم اینه. البته تو بقیه پاورا پشت اپتوکوپلره. اپتوکوپلر هم بین این دو تا ترانسه. ولی تو این پاور اپتوکوپلرمون اینجا
و خازنی که باید پشت اپتوکوپلر باشه دقیقاً اینجا. پس این سه تا خازن رو تعویض میکنه. این سه تا خازن توشون فرکانس میره و بعد از یه مدتی اون مقاومت داخلی خازنش بالا میره و باعث میشه ولتاژ 5 ولت سیم بنفشتون خراب بشه و افزایش پیدا بکنه. موقعی که تو پاور تستر هم در واقع ولتاژ 5 ولت رو براتون اچ میزنه، این سه تا خازن رو که تعویض بکنید حل میشه. من این سه تا خازن رو همراه این خازن تعویض میکنم و بعد میریم که در واقع این رو جا بزنیم و تست بکنیم. خب خازن رو تعویض کردیم. یه خازن 470 میکروفاراد 16 ولت اینجا داشتیم که باد کرده بود، با یه 470 25 ولت جایگزین کردم. 3 تا 10 میکرو 50 ولت هم بین دو هیت سینک داشتیم، همونطور که گفتم واسه ولتاژ 5 ولت. این سه تا رو عوض کردیم. حالا با اینکه خراب نبودن ولی حتما این عوض بکنید، توی پاوری که باز کردید حتما تعویض بکنید که بعدا به مشکل نخوره. دو تام 307 سوزونده بود با یه دونه 470 میکروفاراد 200 ولت تو اولیه که ما هر دو تا رو تعویض کردیم. حالا بریم که فیوز رو هم عوض بکنیم و هیت سینک رو جا بزنیم. فیوزش هم 3 آمپر میتونید بندازین، البته 2.5 هم جواب میده. 3 آمپر دیگه واسه 330 گرین مثلا که اونقدر توان واقعی میده مناسبه. اینا که دیگه ارزشی نداره، همون 3 آمپر رو میندازیم. 2.5 هم بذارید هیچ اشکال نداره، نهایت بخواد 1.5 آمپر عبور بده. من فیوز 2.5 میذارم، کاملا هم مناسبه، چون که اصلا این پاورها نمیتونن اونقدری که باید رو عبور بدن، از توانشون در اون حد نیست. بر همین استفاده الکیه. خب همه چی تمام شد. اومدم هیت سینک اول رو جا دادم. چیزایی که تعویض کردیم: خازن 470 میکرو 16 ولت، یه دونه فیوز 2.5 آمپر، 3 تا خازن 10 میکرو 50 ولت، 2 تا 307، 2 تا 200 ولت 470 میکرو که سرجم اگه اینا رو هیچ کدومو که نخریدم، از بردای دیگه جدا کردم. البته خازنا رو خریدم، این 3 تا خازن و این 470 رو خریدم که حدوداً رو هم دیگه شدن 2000 تومان. اینا رو البته نخریدم. 307 الان فکر کنم دونه 9000 تومانه. 2 تا 18 به اضافه 4 میشه 22. اینا هم که دیگه فکر کنم دونه 20 تومن باشه، قیمت نمیذاریم. یه فیوز هم 1000 تومان حساب بکنیم 23000 تومان بدون این خازن. این خازن رو از سر برد پاور کامپیوتر در آوردم. حدود اگه این حساب بکنیم میشه حدود 60000 تومان، 60 تومان 80 تومان برای یه پاور معمولی. ببینید دیگه چقدر هزینه میکنم که شما یاد بگیرید و تماشا بکنید، لذت ببرید. توضیحات خود این بورد رو هم توی ویدیوهای قبلی گفتم. الان یه سری از دوستان کامنت میذارن میگن که تعویض قطعه بود و اومدی قطعه تعویض کردی هیچی یاد نگرفتیم. خب شما اگه میخواید توضیحات رو ببینی باید اون ویدیوهای قبلی رو ببینید که لینکش این بالا میذارم. دیگه بخوام توضیح هم بدم خود تایم ویدیو میکشه 2-3 ساعت.
که توی اون ویدیو قبلی گفتم. البته یه چیزی یادم رفتم الان دیدم، اینم بزنین تعویض بکنم. خب نکته هم که می‌خواستم بهتون بگم همونی بود که اول گفتم، اگه فیوز بسوزه دلیلش نمیتونه باشه که خازن بات کرده، حتما یکی از قطعه‌های ایسینک اول دچار مشکل شده. این خازن من تعویض بکنم. یه خازن همین الان روی دوربین سریع تعویض می‌کنیم، بعد میریم سراغ شستشوی برد و تست. خب ارد رو با استفاده از تینر و مسواک، تینر 10000 خشک و مسواک اومدیم شستشو دادیم دیرشو، چون که از روغن فلکسی استفاده کرده بودیم و تیکای قل مونده بود. میبینید که بسیار تمیز شد. میریم که الان تستش بکنیم با استفاده از لامپ تست، ببینید برد اوکی شد یا نه. زیرش رو از هر رسانایی دور میکنیم، بریم که تست بکنیم. خب میریم که تست بکنیم. لامپ تست رو وصل میکنم بهش. برق لامپ تست رو وصل میکنیم. خب لامپ تست روشنه، پرنور روشنه، متاسفانه هنوز اتصالی تو مدار وجود داره. برق لامپ تست رو قطع میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه همین الان کامنت کن بگو که چی خرابه. من الان خودم میدونم چی خرابه. کامنت کردی بریم ببینیم. خب مولتیمتر رو تست دیود میذارم و میریم که پر دیود رو تست بکنیم. از پایین شروع میکنیم به تست کردن. دیگه لازم نیست خازن تخلیه بکنید چون که اتصال کوتاه اصلا برق تو خازن نرسیده هنوز. اولی همونطور که میبینید سالمه، میریم سراغ دومی سالمه، سومی 61 اوم نشون میده. چرا بوق نمیزنه؟ مولتیمتر ما اعداد در میاره. خب این سومی خراب، چهارمی هم خراب، اتصال کوتاه. میریم که اینم تعویض بکنیم. دیودو تعویض کردیم، بریم برای تست. لامپ تست رو وصل میکنم و میریم که وصلش بکنیم. خب یک لحظه در واقع لامپ تست ما روشن خاموش شد. میریم که وصل بکنیم. سیم سبز رو مشکی. خب متاسفانه دستگاه روشن نشد و یه صدایی میده، یه صدای ویز ویز خاصی میده. من باید چک بکنم. ویدیو رو قطع میکنم. خب پاور همونطور که دیدید موقعی که به برق زدیم یه صدایی میداد و 5 ولت رو داشتیم، 12 ولت رو سر VCC آیسی K7500 مون هم داشتیم. نشون میده که برق آیسی میرسه و آیسی فرکانس سازی میکنه. ترانزیستور سوخته بود که تعویض کردیم، درش آوردم دوباره چون ولتاژهای دیگر نداشتیم و صدایی میداد مدار. تست کردم این مقاومت در واقع میشه گفت 2 اومی که اینجا هست سوخته. این مقاومت که حالا نور نمیذاره شما ببینید احتمالاً این سوخته ولی واسه این سالمه. من باز چک میکنم که بقیه قطعات دوربر سالم باشن و دوباره مجبور نشیم که هیتسینک رو خارج بکنیم. خب تست مقاومت رو اگه بخوام بهتون نشون بدم، یه دونه 1 اوم اینجا داریم که سوخته، یه دونه 2.5 کیلو بغلش داریم سالمه، یه دونه 1 کیلو یه اوم اینجا داریم سالمه و یه دونه 2.5 کیلو بغلش که سوخته. میریم که این در واقع 1 اومیه که 1.8 وات رو در واقع 1/8 وات رو عوض بکنیم. چون من ندارم با یه دونه نیم وات تعویضش میکنم
ولی شما این کارو نکنید. بعدن که تونستم در واقع از سایت خواستم قبل سفارش بدم، این مقاومتم سفارش میدم که بعدن تعویضش بکنم. بریم تعویض بکنیم اینو به کجا میرسیم. این دیود زنرایی هم که بغلش هست رو ببخشید دیود جرمانیومه یا فکر کنم دیود زنر باشه، نمیدونم دقیق، باید کدش رو بزنیم داخل اینترنت ببینیم چیه، ولی احتمالاً دیود معمولیه. این هم سالم همه و همین دیگه. بقیه قطعات دوربرم چک کردم. این هم از مقاومت تعویض شده. بریم که هیتسینک رو جا بزنیم و سریع تست ریز ازش بگیریم. احتمال میدم البته اون صدایی که داره به خاطر این دوتا خازن باشه یا صدای نوسان سازی ترانسش باشه، چون خیلی پاور قدیمیه. احتمالاً اون خاصیت فریتش ضعیف شده یا چسبی چیزی باز کرده یا قلمردگی داره زیر این پایاش که اون سیم نیکل کرومی که داره، سیم بسی که داره، بخشی سیم بسی که داره موقعی که میخواد اون پایه وصل بشه با یه لحیمه دیگه، احتمالا اون لحیمه این مقدار قلمردگی پیدا کرده. دلایل مختلفی داره. امیدوارم که اونم رفع شده باشه دیگه. واقعا از صدا معلومه چه خسته شدم. بریم که اینم حل کنیم. خب آقا جون، از صدا معلومه دیگه، خوشحالم دیگه، درست شد. خب چیا تعویض کردیم بگم. قطعات قبلی رو که بودید یه مقاومت و 3 تا دیود سوخته بود که اونم عوض کردیم. البته خیلی اذیت شدم، خیلی هم وقت رفت. فنم وصل کردم. سیم سبز رو به یکی از مشکی‌ها وصل کردم با پنس. میریم که وصل کنیم. ولتاژ 12 اینجا میبینید، بقیه ولتاژ هم تست میکنم. خب فن روشن شد. 12 ولت رو تمیز داریم. خدا رو شکر میکنم. البته همیشه خدا رو شکر میکردم، الان بیشتر میکنم. 3 قرمز 5 ولت قرمز، اینم درسته. 3 12 5 ولت و اینم وی اس بی بنفشه که کاملا اوکیه. این از این پاور. بریم سراغ پاور دومی. کاملا حل شد. فنم که داره میچرخه. این از فن، دورش کاملا مناسبه. مرسی که تا اینجا رو دیدید. ادامه رو ببینید و پاور دومی هم تعمیر بکنیم. خب قطعاتی که تا اینجای کار و برای تعمیر شدن این پاور استفاده کردیم، یه دونه فیوز ترکیده بود، یه دونه خازن با کد 103، خازن عدسی که بعد از ترکیدن دیود، بعد از ترکیدن فیوز به اینم آسیب زده بود و شکسته، و 3 تا دیود برای دیود پول، 2 تا خازن صافی اولیه، یه دونه مقاومت 1 اوم زیر ترانزیستور، 2 تا 13007 و 3 تا خازن 10 میکرو 50، یه دونه 470 16 ولت که اینجا بات کرده بود. همچنین خازن تغذیه آی سی رو هم عوض کردم برای کالای بهتر مدار. همه خازن کوچیکا رو بهتر عوض بکنید چون که معمولا فرکانس توشون رد و بدل میشه و درصد مقاومتشون بالا میره. این پاور هم تعمیر شد، تستش هم براتون گرفتم. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. بریم سراغ پاور دوم. همین اول کار سریع وصل میکنم به لامپ تست. دکمه‌ش هم روی 1 و بریم تست کنیم ببینیم چیه راست. وصل میکنم. خب یه جریان کشید، یه صدایی هم میده پاور. بریم که ولتاژ بگیریم. مشکی رو میکنم تو یکی از مشکی ها، فرق نمیکنه. و 5 ولت رو میگیرم. استند بای بنفش اوکیه. خب احساس میکنم یه دودی انگار بلند شد، یه صدایی داره میده که زیاد خوب نیست، انگار چی داره منفجر میشه. تست رو ادامه نمیدم، احتمالاً یه خازن بات کرده داریم تو مدار. باز میکنم ببینم که از چه قراره. میگفتن که ولتاژش خرابه، حالا ببینیم چیه داستان. خب اینم از برد پاورمون.
با یه بررسی ساده دوباره یه خازن 470 اینجا باد کرده، یه خازنم واسه لاین منفی 12 ولت که احتمالاً 10 ولت فکر میکنم، منفی 12 ولت. آره 200 470 16 اینم 470 16. میریم دو تا رو تعویض میکنیم، سه تا خازن وسط رو هم تعویض میکنیم. خب ولتاژ رو وصل کردم، بریم که این پاور هم تست بکنیم. این از 12 ولت که 12 و 1 دام نشون میده، این از 5 ولت استندبای، اینم از 5 ولت سیم قرمزمون، اینم 3 و 3 که همونطور که میبینید کاملا اوکی. یه بار دیگه بگیرم براتون، 5 قرمز 3 و 3 سیم زرد که کاملا اوکی. خب خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید که واقعا حمایت بزرگیه. دستام میبینید همه سیاه شده، واقعا زحمت کشیدم واسه این ویدیو، کلی هزینه شد، کلی قطعه تعویض شد همونطور که میبینید واسه پاور قبلی. حالا باز این پاور 2 تا خازن بود. این صدا سوتی هم که میبینید واسه همون 3 تا خازن عوض نکردم دیگه، 3 تا خازن بعداً تعویض میکنم. یه مقدار اگه صداش سوت میده به خاطر همونه. و همین دیگه صدا سوت پاور قبلی هم که کلا برطرف شد، تو ویدیو هم صداش نیافتاده چون صدای سوتی نداره. و همین دیگه این 3 تا خازن کوچیک عوض بکنیم صدای سوت اینم میره، چون دیگه نمیتونم برم بازار دیگه این 3 تا خازن رو بعدا عوض میکنم و تو ویدیو نشون نمیدم. تا این ویدیو هم خیلی رفت بالا. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، اگه به ویدیو الکترونیک علاقه دارید کانال سابسکرایب کنید. قراره که کلی پاور گرین تهیه کنم و تعمیر بکنم و یه جورایی یه سری ویدیوهایی از تعمیر پاور درست بکنم. سوالی داشتین تو کامنت ها بپرسین، حتما جواب میدم. و ویدیوی این پلیلیست رو هم برای اینکه تعمیر پاور رو کامل یاد بگیرید حتما ببینید که این ویدیو بهتون این بالا بهتون پیشنهاد داده میشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.